وقتی از شکرگزاری صحبت میشه و قرار شکرگزاری کار کنه، شکرگزاری به این معنا نیست که من یه جا بشینم بگم شکر شکر شکر، همینطور بگم شکر شکر الهی شکر خدایا شکر شکر شکر، ولی عصبانی ام، ولی حالم بده، ولی شکر الهی شکر خدایا شکرت، ولی دارم دیوونه میشم، ولی پس ذهنم نگرانی دارم، ولی ترسیدم، ولی دارم میگم شکر شکر الهی شکر. این نیست، این کار نمیکنه. شکرگزاری وقتی کار میکنه که ما قلباً حس شکرگزاری داشته باشیم. شکرگزاری به گفتن کلمه شکر نیست، این باید از جان ما جوشش پیدا کنه، دلیلی پیدا کنیم که به اون دلیل ایمان دارین، اعتقاد دارین، چون این باید واقعی باشه، این باید حقیقی باشه، این حس قلبی باید جوشش پیدا کنه. گفتن یه قماربازی هی میباخت و به زمین زمان کفر میگفت و به جبرئیل و میکائیل و میکشید اینا. قماربازی رفیقش گفتن ما دیگه با تو بازی نمیکنیم. گفت چرا؟ گفت برای اینکه کفر میگی بعدش عصبانی میشه، اینا میبازی اینا. گفت نه دیگه کفر نمیگم. گفتم بعد شکر بکنی. این باز نامرده اومد و سقاپ و ریخت و اینا باخت. گفت خدایا شکره، یه همون فوشاست منتها حالا اسمش عوض کرده. ما هم گاهی اوقات میگیم خدایا شکر. کسی یه نون خشکی داشت میخورد و شکر میکرد. گفتن خب چی داری میخوری شکر میکنی؟ گفت دیگه اگه خودش بدونه از 100 تا چیز براش بدتره. گفت از 100 تا ناسزا بدتره که